مریم استانکزی هستم، مدیر مسئول سوزن طلایی. بسیار مشکلات اقتصادی داشتم. باز من دکان گرفتم در باغ زنانه. فقط یک ماشینم بود که در تست می دوختم، در روی دکان میشتم برش میکردم. دیگه در بسیار مشکلات دیگه آستا کالا را گرفتم، دستوزی دوختم، جای خو دوختم، شکل یافت دوختم. خلاصه چیزی که در پیشم می آمد و من می دوختم تا حال را. 4 شاگرد دارم که خودم 5 نفر دیگه دستوزی مرا اونا میکنن و من در پولیش در حساب ماشین کاری یکی خودم هستم، 2 نفر که دیگه هم کتم است. باز اینجا کار میکنیم، خیلی رو پیش میبریم. کتان هستم دیگه، ایشان دستوزی است که میبریم که ماشین کاری کنیم. پیرانک افغانی است دیگه، من ایشان پیرانک دراز است، افغانی بانش از پیرانش است دیگه. ایشان هست یا مولانو دیگه پیشوریش دیگه اون دوختگی است، دستوزی است و چادرش است، بانش است یا مینه پیرانش. یا مینه پیران دراز است که یخناشو لب دامن یش دوخت ماشینیست، دستوزی نیست دیگه. اینا هست یا ماشینیست یا افغانیست دیگه. ایران دیگه یا هست اینا چرم دوزی است، واسکتش است خود پیران، لب دامنش است، تنبان چادرش دیگه. کار دست یا هست کار دست است، یخنش دیگه من یعنی لب دامنش یا چیست یا هست دستوزی است دیگه. این کرتی من هست یا دستوزی است، خنجر دوزی است. ایره کار کردیم. بازار فروشات ما سابق که بود خوب بود. وقتی که می دوختیم فروخته می شد، بیرون هم می بردیم، در مارکت هم می بردیم، غیر از در دکان هم فروخته می شد. روزای جمعه باغ زنانه به خاطر زنا واز می بود، تکت می گرفتن. فروشات ما بسیار خوب بود دیگه. فروشات ما بسیار کم شده، بسیار کم تو می دوزیم. خوبه دیگه. مقصد گزاری ما شد دیگه، مجبور هستیم که گزاره کنیم. از مسئولین دولت این خواسته داریم که یک جایی رو بر ما پیدا کنه، اونجا زنا کار کنه، اونجا خیاطی کنه دیگه، اونجا کار بارش درست شود. من در 12 دانه شاگردم داشتم، در اونجا خیاطی میکرد، ماشین کاری میکرد، جای خو هر چیز میدوختم، کالای افغانی در فروش میرساندیم. بسیار خوب شده بودیم دیگه. حالا خب مشکلات است که اقتصاد کل مردم اینا قسم بدواد است. خب باز خدا را شکر کنم و مصرف خود میکشم از اولادکایم از خودم. هدف ما ایست که دکان ما باید کلان شود، مثلا 1 دانه است 2 تا 3 تا شود دیگه. در پولیش شاگردایم بسیار زیاد شود دیگه. پول درست که ما به دست خود بیارم، طبعا دیگه شاگردام بیچاره که میای کتم کار میکنن، مشکل اقتصادی دارن، میخوایم کنام کمک شود، خودمون شوم. دخترها پیام میستک زامت بکشن، تکلیف بکشن دیگه، میشه که برسن یک جایی. سعی زامت آدم میکشه اما راحتیشو میبینه دیگه.